салом донишҷӯёни арҷманд, айни ҳол мо дарси даҳуми худро шурӯъ мекунем. Дар дарси даҳум мо дар бораи adverbs яъне сифат суҳбат хоҳем кард. Аввал мефаҳмонам ба забони тоҷикӣ, яъне сифат чи аст. Сифат ҳам яке аз қисмҳои муҳими грамматика аст, муҳими забон аст. Яъне агар қоидаша бигем, яъне сифат он ҳиссаи нутқе ки ба саволҳои чӣ хел, чӣ гуна, чӣ тавр, чӣ тарз ҷавоб мешавад, сифат номида мешавад. Лекин пурратар карда фаҳмонем, мисол амал, мисол меравам, мехӯрам, медавам, мешинам, яъне амал, як кор кардан, ин мешавад феъл. Чӣ гуна будани чизе, яъне мисол қалами сиёҳ, яъне калимаи сиёҳ чӣ гуна аст? Сиёҳ аст. Яъне чӣ гуна будани чизеро сифат боян мекунад. Мисол хуб, чӣ гуна? Хуб. Ганда, чӣ гуна? Ганда, ёки ба адабӣ бигирем бад. Ёки чӣ гуна? Беҳтар, беҳтарин. Яъне ҳамин чизо, яъне чӣ гуна будани чизеро мефаҳмонад, ҳамин чиз сифат номида мешавад. Яъне бовар дорам ки шумо фаҳмидед. Хоб, ба забони англисӣ ин мешавад adverb. خب adverbs یعنی صفت ها هم بگیم میشد. خب شروع میکنیم از کجا؟ یعنی صفت هم در داخل خود به چند قسم جدا میشود. ما هم قسمی که مهم است همونش میفهمونیم. مثال اول می نویسم برای مثال آوردن یک چند کلمه هایی که به صفت علاقه‌مندی دارند. مثال black یعنی این ترجمهش میشود سیاه. یعنی که رد، عموما تمام رنگ ها به گروه صفت داخل می شوند. یعنی چی گونه است؟ سفید است، چی گونه است؟ سیاه است. از رنگ ها دو مثال بیارم، با فکرم کافی است. black یعنی سیاه، red این می شود سرخ. یعنی چی گونه است؟ سرخ است، چی گونه است؟ سیاه است. دیگرش good، گود به فکرم همه میدونند که چی است. گود یعنی خوب می شود. خب بد باشد بد می شود. یعنی طرز شکل نوشتش همچنان مثل توجیکی است، یعنی بد بد، لیکن ترجمه شود، خب خوانده می شود بد، ترجمه می شود بد. یعنی خوب و بد اینا انتونیم می شوند. خوب بد، good bad. خب این چنین باز چی گفته میتونیم؟ مثال near، این هم یکی از، خب near نه، مثال early میگیم، یعنی این بر وقت میشود. یعنی این هم در یک گروه صفت داخل می شود. یعنی چخیل، چی بر وقت، چی گونه بر وقت، چی طور بر وقت، این هم یکی از گروه های صفت داخل می شود. شاید بعضی ایراد بگیرن که یعنی این early خوانده می شود یا که early خوانده می شود. برادران من برای شما چی میگم؟ خب زبان انگلیسی یک زبانی است که در روی دنیا همگی تقریبا 1 میلیارد آدم زبان انگلیسی رو میدونند و گپ میزنند. یعنی ما در همین تاجیکستان 7 میلیون 8 میلیونی که هستیم، بفرم 9 یا که 10 میلیون است شاید، یعنی همین تقریبا 9 10 میلیونی که هستیم، قریب که همین زبان تاجیکی یک 10 نمود شکلی گفتار دارد. یعنی به شرق میروید دیگر خیلی گپ میزنن، به شمال دیگر خیلی گپ میزنن، در غرب دیگر خیلی تر گپ میزنن. یعنی شما فکر کنید که زبان انگلیسی رو 1 میلیارد آدم روی دنیا گپ میزنن و همه آنها یعنی طرز تلفظ و اکسنت های گوناگون دارن. برای این ایراد گرفتن فکر میکنم اونقدر مهم نیست. شما میخواهید بگید early، میخواهید early بگید، چیزی که میخواهید. برای اونهایی که مقصد متخصصاً میخوان یعنی زبان انگلیسی رو بیاموزن، چونانه که در بریتانیا کبیر میگن اینو early میگن. خب لیکن برای شما آسان باشد early گفتن یا که early گفتن، بتونید همون خیلی استفاده برید، همون خیلی بگید، شما رو میفهمن. خب الان مثال با جمله مثال میارم. این یک عادی است. بسیارتر همین ما چیز رو صفت میدهیم، یعنی اسم رو صفت میدهیم، یعنی یک پردمت رو صفت میدهیم. مثال کتابی سرخ، یعنی کتاب این پردمت است، یا که قلم یا که روچکا. عموما ما همین صفت اسم رو صفت میدهیم، یعنی یک پردمت رو صفت میدهیم. مثال من دفتر سیاه دارم. این عادی است. دفتر سیاه یعنی در تاجیکی چه خیلی است؟ اول دفتر میآید، اول اسم میآید، دفتر. خب دفتری
دفتری سیاه. خب این یعنی اول اسم اومد بعد صفت. لکن در زبان انگلیسی اینها خب برعکس میشوند. من بخشش میپرسم برای حسن ختم. باور دارم که شما اسم صفت. خب اینجا صفت. لیکن در انگلیسی перевод کردن ما برعکس перевод میکنیم، یعنی ترجمه میکنیم. اول سیاه میبیاد، یعنی اول صفت. مثال اگر ما بگیم من مثال دفتر سیاه دارم، اول I خب have حتما بعدی یعنی جانشین در زبان انگلیسی فعل میآید، یعنی I have. اول have میگیم I have. الان اکنون دفتر سیاه، یعنی ما باید اول صفتمون دیده شده. یعنی در زبان تاجیکی برعکس است، اول اسم میآید بعد صفت. در زبان انگلیسی برعکس، اول صفت است بعد اسم. یعنی I have a black notebook. So در اینجا جمع شود. خب بنویسم black notebook. یعنی دیده شدن اول black اومد بعد notebook. در زبان تاجیکی برعکس است. من مثال دفتری سیاه دارم، یعنی در زبان تاجیکی این خیلی است، دیگر خیلی است کمتون. در زبان انگلیسی باشد برعکس، یعنی اول صفت اومد بعد اسم اومد، یعنی صفت بعد اسم در زبان انگلیسی. یا اینکه اگر مثال شما گید که مثال جورای من ماشینی سرخ دارد، مثال به همین شکل، یعنی ماشینی سرخ. ما در زبان تاجیکی اول ماشین رو میگوییم بعد مثال سرخ رو، یعنی بعد صفتش میدیم. اول هم اسم نامبر میکنیم، یعنی предмета، بعد از اون صفت میدیم، سرخ است یا که سفید است. در زبان انگلیسی برعکس است. مثال جورای من ماشینی سرخ دارد، چی میگیم my friend. خب بیاد با سرخ ننویسم برای اون که یعنی سرخ برای آگاهی دادن است. خب my friend. So my friend has، یعنی my friend این شخص سومی تنها است، برای ما have نه has استفاده بریم. My friend has a red car. یعنی اول صفت اومد بعد اسم. My friend has a red car، یعنی جورای من خب ماشینی سرخ دارد. یعنی در ترجمه برعکس میگیم، لیکن در زبان انگلیسی ترجمه کردن یا که گفتن به این طرز میگیم My friend has a red car، یعنی جورای من ماشین سرخ دارد. یا که در good یا که در bad همچنین در دیگرش هم خیلی استفاده بریم. مثال باد هوا امروز خوب است، یعنی خوبم این صفت است. چه خیلی است خوب است، یعنی باد هوا رو مقصد معین میکند چگونه بودنشه. مثال today یا اینکه today رو در آخر میمونیم. So the weather، یعنی این weather خونده میشد weather. خب برای شما اگر the گفتن مشکلی داشته باشد، شما میتونید z گویید، عادی کردن the weather is good. The weather is good today. خب تو یعنی باد هوا، اکنون این z ترجمه نمیشود، یعنی ارتیکل است. باد هوا امروز خوب است، یعنی باد هوا امروز خوب است. The weather is good today. باد هوا امروز خوب است. اگر ما در همینجا بد استفاده بردنی باشیم، یعنی باد هوا امروز خوب نیست یا اینکه امروز بد است. The weather is bad today. خب bad یعنی بجای good bad میمونیم. The weather is bad today، یعنی امروز باد هوا خوب نیست یا اینکه امروز باد هوا بد است. خب در با early چه مثال میبیاریم. مثال من با کار بر وقت میایم. مثال I در زبان انگلیسی گفتمونم که یعنی بعد جانشین، یعنی I حتما فعل میآید، یعنی دوم بعد جانشین باید فعل بیاد. I come to work early. یعنی I come to work early. من
ба кор барвақт меоям. یعنی من با کار بر وقت میام. اگر همینجا کم کی میشود یعنی حرف A بیاید در اینجا یعنی زمان گذشته را در نظر دارد. I came to work early یعنی من با کار بر وقت آمدم یعنی early. الان اکنون حاضر من چی رو مثال میبرم در تقریبا من همه زبان ها رو نمیدونم برای این همه زبان ها گفتن نمیتونم لیکن تا جایی که چند زبانی که میدونم در همین تمام زبان ها یعنی درجه صفت گفتنی گپ است. یعنی درجه چی معنی دارد؟ مثال هست خوب، مثلا هست خوبتر، هست خوبترین، یعنی که هست بهتر، بهترین. یعنی ما در زبان تاجیکی اینا جدا میکنیم با تر و ترین. این درجه گفتنی گپ است. یعنی درجه چی است؟ مثال عادی، баландтар, баландтарин, яъне қулаи охиронаш дараҷа. Мисол 3 дараҷа ҳаста. Мисол якум, хоб ин хел менависам. Мисол якум дараҷа, дуюм дараҷа сиёҳ, яъне дараҷаи охир сабз. Яъне якум, дуюм, сеюм дараҷа, 3 дараҷа аст. Яъне мо чӣ мегем? Мисол ин қалами хуб аст. اگر من این رو نشون دهم مثلا این گونه نشون دهم میگم این قلم خوبتر است. یعنی این رو به این درجه بالاتر دونسته استادم در اینجا میگم خوبتر است. اگر باز یک تیابم که مثال این خیلی باشد مثال میبرم این میگم این قلم خوبترین است. یعنی از اون بالا دیگر هیچ چیزی نیست، خوبترین است. یعنی اینو میشوند درجه صفت یعنی ترین. مثال من خیلی میگم این رучка سیاه است. مثال This is a black pen یعنی این رучка سیاه است. اگر من یک رучка دیگه یابم گویم که این سیاه تر است نسبت به این یعنی درجه میدهم. انا اکنون درباره همین میفهمونم. یعنی یک کلمه رو اول در حال مینویسم برای اینکه برای مقایسه کردن مقایسه درجه صفت این به حد یاری میرساند. Then ترجمه میشود نسبت به. نسبت به. اگر در زبان انگلیسی هم یعنی 3 درجه است. خب شروع میکنم از کجا؟ اینجا هر 3 کلمه ها که هستن پسوند نمیگیرن. یعنی میفهمونم در زبان انگلیسی 3 پسوند در درجه صفت است. خب 2 پسوند یعنی خودی کلمه 2 پسوند دیگر دارد. er و est. مثال چخیل مثال اگر ما همین کلمه early گیم یعنی بر وقت میشود early. اگر بر وقت تر گفتنی باشیم earlier میگیم. خب در اینجا ما وقتی که بر وقت تر میگیم حرف y رو از بین میبریم با جاش I میمونیم. earlier یعنی این بر وقت تر میشود. اگر من بگم من با کار بر وقت تر اینه مثال امروز من با کار بر وقت تر اومدم. Today I came to work. یعنی بر وقت تر گفتنی من یعنی بر وقت خالی نه بر وقت تر اومدم یعنی نسبت به دیگر روزها باز بر وقت تر اومدم. earlier میگم. خب Today I came to work earlier یعنی من امروز با کار بر وقت تر آمدم. یعنی earlier. در اینجا ما مقصد دوم یعنی نسبت داده ایستادیم. اگر ما مثال یعنی آخرون درجه صفت استفاده بردیم باشیم مثال کلمه close هم بیاریم. مثال close این نزدیک می شود. خب در اینجا پاک میکنم می‌نویسم و جای red close می‌نویسم. close این یک چند معنی دارد. یعنی یک معنیش می شود پوشیدن چیزی را لیکن با یک معنی دیگرش نزدیک می شود. خب نزدیک به مثال چخیل. خب
мисол дӯсти наздик ё ин ки як ҷо наздиктар бошад. Агар мисол яъне мо дорем наздик, наздиктар, наздиктарин. хоб мисол агар ман гӯям ки Фурқат ё ки Анвар дӯсти наздики ман аст, ман ҳамеша истифода мебарам мисол ё ки вай дӯсти наздики ман аст. He is my close friend. یعنی خب ببینید he is my close friend یعنی وای دوستی نزدیکی من میباشد. he is my close friend. اگر ما اینجا نسبت دهیم مثال چخیل در اگر ما این خیلی از اینجا پارک نسبت با بانک نزدیکتر است. یعنی پارک از بانک نزدیکتر است گفتیم باشه ما این کلمه زن استفاده میبریم. یعنی این چه خیلی میگیم so the park is closer. یعنی ما ار استفاده میبریم یعنی نزدیکتر گفته استفاده ایم. The park is closer than the امانت بانک. مثال اگر شما در کجا باشید، شما اگر در باغ رودکی باشید یا که نزدیکتر در پیش پیکره اسماعیل سامونی باشید، شما میگید آخه باغ نزدیکتر است از بانک. مثال نزدیکتر است یعنی شما نسبت داده اید چیزی نزدیکتر به چیزی است، نظر به چیزی نزدیکتر است. The park is closer than the امانت بانک. یعنی باغ نسبت به امانت بانک نزدیکتر است. یعنی ما کلمه closer استفاده برده ایستادیم. یه بار با دقت ببینید یعنی کلمه خودش با حرف ای تمام شده ایستاده است و نسبت دهی هم یعنی ای می شود حرف ای قطع شروع می شود. در اینجا شرط نیست ما دو تا نویسیم یعنی این خیلی نویسیم close باز ایلوا کنیم ear closer. این شرط نیست. وقتی که کلمه با حرف ای تمام شده ایستاده است یک حرف R اضافه میکنیم تمام. closer یعنی the park is closer than the امانت بانک. پارک از امانت بانک نسبت به امانت بانک نزدیکتر است یا که از امانت بانک نزدیکتر است. یعنی ما نسبت داده استیم یعنی صفت نسبت داده استیم نزدیک، نزدیکتر، نزدیکترین. اگر ما گفتنی باشیم که مثال نزدیکترین بانک در اینجا امانت بانک است. نزدیکترین یعنی علاقه آخرین درجهش نزدیکترین بانک در اینجا امانت بانک است. ما این خیلی میگیم the closest bank the closest bank here is امانت بانک. امانت بانک در نظرم کمتون این خیره نوشته شده است. خب این حال با سبز می نویسیم. یعنی ببینید the closest یعنی ما کلمه است رو یعنی آخرین درجه صفت رو استفاده برده ایستادیم. closest the closest bank here is امانت بانک یعنی اینجا ویرگول میمونه یعنی بانک نزدیکترین در اینجا امانت بانک میباشد. یعنی نزدیکترین بانک در اینجا امانت بانک میباشد یعنی ما آخرین درجهش استفاده برده ایستادیم. یا با جای نزدیکتر مثال باز چه کلمه ما میتونیم که یعنی درجه ار مونیم. مثال کلمه fast مثال من تبلیغ نمیکنم که کدام تاکسی مثال تیزترین تاکسی است. fast این تیز میشود. خب بیر بجای این کلمه جوش بمونم bad early در جای early fast نویسم fast یعنی کلمه fast زود می شود. زود یا که تیز
من اگر خیلی بگم مثال the bus is not fast یعنی the bus یعنی که the bus doesn't move fast doesn't move fast یعنی کلمه fast این صفت می شود یعنی چی خیلی زود ما اینجا چی گفته ایستادیم the bus doesn't move fast کلمه move حرکت کردن می شود doesn't که آمد یعنی این کار کرده ایستاده است حرکت نمی کند یعنی اتوبوس تیز حرکت نمی کند the bus doesn't move fast یعنی اتوبوس سست حرکت می کند یعنی تیز حرکت نمی کند اگر ما نسبت دادنی باشیم یعنی چیزی رو از چیز بالا دانستنی باشیم کلمه then استفاده می‌بریم و پسوند are یعنی you are این خیلی بنویسم در اینجا اگر ما گفتنی باشیم که مثال ماشین از اتوبوس تیزتر حرکت میکنه در اینجا ما چی خیلی استفاده می‌بریم یعنی دوم درجه داده استفاده من تیزتر یعنی تیزتر زود زودتر در اینجا اگه ما باید دوم درجه صفت استفاده بریم یعنی ماشین از اتوبوس تیزتر یا نسبت به اتوبوس تیزتر حرکت میکنند ما این خیلی میگیم the car moves faster خب ببینید the car moves faster than the bus. The car moves faster than the bus. یعنی در اینجا ما مقایسه کردیم یعنی شکل مقایسوی صفت رو استفاده برده ایستادیم یعنی تیزتر یعنی ماشین یعنی کار گفته ماشین سبکرو در نظر دارن یعنی ماشین تیزتر حرکت میکند نسبت به اتوبوس یعنی ما چیزی رو از چیز بالا دانسته ایستادیم در اینجا ما میگیم the car moves faster than the bus در اینجا fast خالی faster برای که نسبت داده ایستادیم the car moves faster than the bus یعنی ماشین از اتوبوس یا نسبت به اتوبوس تیزتر حرکت میکند اکنون ما اینجا نسبت نیو آخران درجه صفت استفاده بردنی باشیم یعنی درجه بلندترین صفت استفاده بردنی باشیم و در اینجا fastest میگیم یعنی ما گفته بودیم یعنی هست این درجه نسبت دادن صفت است باز هست است این درجه بلندترین صفت است یعنی ما اگر گفتیم باشیم که مثال تاکسی مثال زودترین مثال نه در اینجا ما باید مثال بریم یکم نام یکم شرکت تاکسی رو خب بیاید من در تاجیکستان چی تاکسی رو بسیارتر استفاده می‌بردم من رو تیز میافتم با فکرم ایشین اکسپرس تیزتر من رو میافت و نه 33 تیز نمیافت من رو خب این اگر تبلیغ منفی نشود برای کسی خب میگیم مثال the fastest taxi in Tajikistan is مثال the fastest یعنی تیزترین گفته استیم زودترین یعنی تیزترین the fastest so taxi in Tajikistan is مثال Asian Express یا اینکه اولوچا تاکسی یعنی ببینید ما مثال یعنی بلندترین درجه صفت استفاده برده استیم the fastest taxi in Tajikistan is اولوچا تاکسی یعنی تیزترین تاکسی در تاجیکستان اولوچا تاکسی می باشد خب من این رو کفالت نمیدم این برای همچون مثال آوردن است برای اینکه شما بفهمید the fastest taxi in Tajikistan is اولوچا تاکسی یعنی تاکسی تیزترین در تاجیکستان اولوچا تاکسی می باشد یعنی برای شما برای امروزه درس چی رو فهموندنی بدم یعنی نسبت
یعنی درجه های فعل رو فهموندنی بدم. خب درجه های صفت رو، یعنی این می شود نسبت و بلندترین. من این رو پاک میکنم اینی حال. خب bad موافق نمیگیرد، close موافق میگیرد، black هم تو موافق نمیگیرد. درباره black bad good من درس دیگر میفهمونم که چه آنها رو نسبت میدیم. مثلا ما black blacker blackest گفتن نمیتونیم. این چه میشود من در درس دیگر میفهمونم. ببینید مثلا کلمه close میشود closer، یعنی اگر ما نسبت داده باشیم میگیم closer. اگر بلندترین درجهش استفاده برده باشیم میگیم closest. یعنی close closer closest، یعنی نزدیک نزدیکترین خب نزدیک نزدیکتر نزدیکترین، یعنی نزدیکتر گفتم ما چیزی را نسبت بدیم که مثلا این راه نزدیکتر است از اون راه، یعنی نسبت دادیم مقایسه کردیم. خب دیگر کلمه مثال میتواند باشد hard، یعنی قین یا که وزبین. hard یعنی مثال یکم اشیای وزبین هم باشد میتواند hard get، یا که یکم وظیفه مشکل هم باشد، یعنی کاری مشکل. hard میشود مشکل، وزبین یا که وزنین گیم وزنین. اگر ما گیم وزنین تر harder میگیم. so harder وزنین ترین گیم. اگر مثال ایخه گیم this car is hard، این ماشین وزنین است. اگر ما گیم که مرسدس از اوپل وزنین تر است the Mercedes Benz is harder than the Opel، یعنی مرسدس بنز از اوپل وزنین تر می باشد، یعنی ما نسبت داده ایستادیم فصفند ار اضافه کرده ایستادیم harder. اگر ما گیم وزنین ترین ماشین مثال گاز 24 است، ما اینجا کلمه harder نه بلکه hardest استفاده میبریم. hardest وزنین ترین. so hardest این میشود وزنین ترین، یعنی است استفاده برده استفاده. یعنی که دیگر کلمهش کلمه soon. و مثلا کلمه soon ما میتونیم sooner استفاده بریم. حداقل این در خیلی جای کم استفاده برده میشود. soon یعنی زود میشود. یعنی این soon و fast اینا سینونیم میباشند، یعنی زود، زودتر. یعنی soon زیادتر ترجمه کنیم به نزدیکی گفتنی گپ رو در نظر دارد. اکنون زود مثال ماشین زود میرود نه، به نزدیکی مثال کی میبینی؟ من به نزدیکی میبینم مثال I will come soon. خب من با توجیکی نوشتم زودتر sooner میشود، یعنی به نزدیکی تر، یعنی زودتر میایم. خب sooner. و اگر گم نزدیکترین یا که به نزدیکترین، یعنی اگر یکم فیلم برآمدنش در نظر داشته باشند مثال میگن soon on the مثال تئاتر، مثال به زودی در تئاتر پخش میشود. اگر زودترین بگیم sooner. لیکن اینا امی soon عموما کمی در کم جدا استفاده میشد به این شکل sooner یا که soonest. soonest. بعد مثال دیگر کلمه fast faster fastest. fastest. خب این بود همین روزا درس درباره یعنی صفت ها. ما درس دیگر هم درباره صفت دوام میدیم. یعنی بعضی جایی هست که مثلا کلمه good ما نمیتونیم good gooder goodest بگیم، این خیلی نمیشود. آنها دیگر شکل خطی میشوند، در درس دیگر برای شما خواهم فهموند. خب عین حال این بود، یعنی صفت خودی صفت اینا close hard soon fast، یعنی اینا کلمه های صفت هستند. اگر ما نسبت دادنی باشیم یعنی نزدیک تر گفتنی باشیم، وزنین تر گفتنی باشیم، یعنی نسبت دادنی باشیم، ما الهی کنیم پسوند ار
closer, harder, sooner, faster. اگر ما بلندترین یعنی قله صفت استفاده بردنی باشیم در اینجا ما پسوند est اضافه میکنیم یعنی closest, hardest, soonest, fastest یعنی نزدیکترین، قیمترین یا که وزنین ترین، اینش هم نزدیکترین. اکو این soon یا که fast خب این زودترین میشد یا که نزدیکترین هم میشد. اکو soon این یکم چیزی ابجکتیو در نظر ندارد. مثلا شما اگر خانه نزدیکترین شما سون استفاده بردن نمیتونه. مثلا سون نزدیکترین مثال چی رو میگه؟ مثال با زودی می اومدگی چیزی رو سون استفاده میبریم. یک نزدیکترین چیزی باشد closest استفاده میشد. یعنی خب دیگرش مثال زود fast، زودتر faster، زودترین که گویم fastest استفاده میبریم. خب این بود درس ما، درس دهم ما درباره صفت زبان انگلیسی و درس 11 و 12 هم درباره صفت خواهد بود. خب باور دارم که چیزهای ضروری درباره این درس برای شما فهموندم. حتما اگر یگان سوال داشته باشید در زیر کامنتاری نویسید، من برای شما جواب خواهم گفت. خب باقی تا درس های دیگر سربلند خانه آباد باشید. درس 11 خب انتظار باشید، باز درباره دومی همین صفات ها صحبت خواهیم کرد. و نگفتنمون که ما در اینستاگرام هم کانال داریم، حتما در اومده در آنجا پادپیسات کنید. نام کانال انگلیسی میآموزم میباشد، با حرفای زبان انگلیسی نویسید انگلیسی میآموزم، کانال ما میبرد. خب بعد پاک میکنم. باقی سربلند خانه آباد باشید.